اولین دستور وحی به این امر نشده یا به این آغاز نشده که شرک نآورید، حق مردم نخورید، بیچارگان رو ظلم نکنید، بلکه به خواندن. آفرین خیلی زیبا. علم خداشناسی است. فقط به اسلام علم‌های گمانی‌تری میگن. علوم انسانی. البته علم دین اساس علم هاست. مدرسه بخارا صرف معنوی گرا بود، معنوی. مدرسه غربی صرف مادی گرا. از نگاه فقه تحصیل علم طب، علم کیمیا، علم هندسه هم از فرض‌های کفایی است. جوانان عزیز باید در این چیز خیلی دقت کنیم که اسلام هیچگاه ضد این علوم نمیگه. یعنی اسلام نمیگه که همه شما در کنج مسجد رفته طاعت عبادت. یک مسئله مشهور تاجیکی دارن میگن که عالم شدن آسان و آدم شدن دشوار. یعنی که اینجا اشاره که دینداری خطرناک. یعنی در جمله دینداری یک توده دینداری است که خطرناک. آیا شخص دیندار خطرناک شده؟ مثلا زیاد اونایی که شاونیستایی که فقط افغانستان رو مثال میگن. علم شرایط مرگ آسانی رو برای بشریت تقدیم. هیچگاه از دین خود غافل نمونید و هیچگاه از علم غافل نمونید. این مولا چی بکار بشنه راه یکون چی اختراع کنه. کدام مولا چی اختراع کرده؟ خیلی که خیلی این خنده آور است. سوال متقابل تو مثلا کدام تاریخ نگار یکون چی اختراع کدام ادبیاتچی شاعر یکون چی اختراع کرد. اینا میشود گویم فیزیکدان رو بیاریم تا روز جمعه برای مردم خود بخوان مثلا. فقط هم معلمای استثنا که اتیست درس میده. بله معلم اگر به طلبه ها خیر نیم شر آموزد، به خدای آموزد، دین ستیزی آموزد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هم دیارین عزیز، به تمنای سعادت و سربلندی یکایک شما را به پادکست نوبتی خود خوش آمدید میگیم. دانش اندر دل چراغ روشن است. دانش نور است و چراغ است و جهل و نادانی این تاریکی و ظلمات است. و یکی از اولین فرموده های قرآن هم این بیخوان یا که ترغیب به دانش است. از بس که یک چند روز پیش مکتب ها درهای خود را باز کردند، دانشگاه ها درهای خود را باز کردند، دیگر مکتب بچگان با مکتب، دانشجوها به دانشگاه رفته ایستادند. ما تصمیم گرفتیم با استاد ابراهیم سید نورالدین در موضوع علم، درباره علم در اسلام و درباره آن که گذشتگان ما چه خیلی ما را ترغیب به علم میکردند یک صحبت با استاد خواستیم برپا کنیم. این چنین آیا درباره آن که علم با دین در تضاد است؟ آیا شبهه هایی هستند که مثلا دین خرافات است و دین افیون است؟ و همه این رو انشالله در این پادکست با استاد بررسی خواهیم کرد. خب استاد عزیز خوش آمدید به این صحبت، این که پادکست نوبتی. خب بخوایم که درباره اهمیت علم در اسلام صحبت کنید. سلامت و سربلند باشید استاد. امید داریم این نشستی مفیدی برای بینندگان باشه ان شاء الله. بعداً به نام خداوند بخشنده و مهربان، مسئله اهمیت علم در دین مبین اسلام مسئله خیلی واضح است. چون شمس، چون آفتاب هویدا و روشن و واضح است، ولی بعضا ضرورت می شود که بالای قضیه های واضح باز تکرار کرده استیم. همین گواهی که در مقدمه به این قضیه اشاره کردید، بزرگترین گواهی این که دین اسلام مقام علم را چنان بلند برداشته که هیچ دین و رویه چنین مقامی به علم قائل نیست. گواهیش همین که اولین فرض الهی افتتاح وحی آسمان و دستور و خواندن شروع شده. اقرأ بسم ربک الذی خلق. گویی که پیغمبر بلد نبودن که خوانن. بله بلد نبودن و این شهری که پیامبر صلی الله علیه و آله اونجا به وای رسیدن و این سن مبارک نبوت رسیدن، شهری نیست که اونجا علم و معرفت رشد کرده باشد. اونگونه که میدونین مورخان میگن همگی در مکه که یک شهری خیلی پیشرفته در اون زمان بود، 17 نفر صاحب خط و قلم بودن. قرآن هم توصیف کرد هو الذی بعث فی الامیین رسولا. بله. نبی الامی الذی یجدونه مکتوبا. این در مکه مشکلات مثل ظلم و حق مردم خوری و ربا خوری و یعنی محروم نمودن زنان و طفلان از میراث و دیگر منکراتی که اسلام بعدا همه آن را گناه کبیره میخواند موجود است در این جمعیت. لیکن اولین دستور وحی به این امر نشده یا به این آغاز نشده که شرک نآورید، حق مردم نخورید، بیچارگان رو ظلم نکنید، بلکه به خواندن. آفرین خیلی زیبا. به این معناست که راهی همه این مشکلات، راهی همه بیرون شدن از این یعنی مشکلات اخلاقی، سیاسی، اجتماعی، راهش علم است، راهش معرفت است. بارک الله. این چنین میبینیم که در بزرگترین قضیه که در دین ما قضیه توحید است، خداوند عزوجل اهل علم را به این قضیه
گواه قرار داده. شهید الله انه لا اله الا هو والملائکه واولو العلم قائما بالقسط. یعنی به بزرگترین قضیه اهل علم را گواه قرار داده. یعنی او خود خداوند عزوجل و ملائکه و اهل علم گواهی میدهند که خداوند یکتاست، یگانه است. عجیبش این که در قرآن عظیم الشان واژه علم و مشتقات آن استاد 865 مراتب ذکر می شود. یعنی این خیلی یک عددی است که روی این باید تأمل کرد. نفری که میگوید قرآن دانش های سطحی دارد یا معلومات های سطحی دارد یا دین از علم دور است یا ضد علم است، باید روی این معلومات اندیشه کنند. این کتابی که اتهام زده می شود که به علم دقت نکرده یا این دینی که این کتاب آورده خرافات و افسانه است، در این کتاب 865 مراتب واژه علم ذکر شده. چگونه این کتاب می تواند که خرافات یا چی باشد، افسانه باشد؟ بیاید استاد اینکه ژرفتر داریم در مسئله همین آیاتی که مثلا گفتیم بخوان، پیامبر و اصحابش چه خیلی تطبیق کرده در حیات خود. البته هر امر الهی که نازل می شد البته به چون و چرا آن را تطبیق میکردن، هم پیامبر صلی الله علیه و هم صحابگان. و از روز اول که این دستور به صحابگان دستور شد، البته که آن را تطبیق میکردن و در نخستین مکتب علم و معرفت، مکتب وحی طلبه شدن و علم آموختن. یکی از صحنه‌های تطبیق این دستور الهی را در حادثه جنگ بدر میبینیم. وقتی که چند نفر از مشرکان در این جنگ اسیر افتادند، بعضی آنان را خاندانشان خرید آزاد کرد، بعضی دیگر را خوب هر گونه معامله شد. اما یک گروه را پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت اگر میخواهید آزاد شوید فرزندان انصار را خواندن آموزید، چون آنها اهل قلم بودن، اهل خوانش بودن. در عوض جان خود را آزاد کردن میتوانید چند کودک انصاری را خواندن آموزید و شما میتوانید آزاد شوید. یعنی اینجا باز یک چیز جالب است که ببینید اونایی که مثلا ثروت داشتن خودشون آزاد کردن یا اون تبارشون مثلا اقرباشون جمع کردن آزاد کردن، لیکن اونایی که نمیتوانید عدالت اسلام بده که پیامبر علیه السلام گفتن که خشم نمیتونه خودتون خریداری کردن. اینا 10 نفر، بعضی روایت میگه که 10 نفر اومدن در مسند احمد، میگه که بیا همین چه 10 نفر تحریم تید شما آزاد. در اون زمانی که اون زمان استاد این اسیرا غلام میشدن، کارهای مشقت بالاترین بالاشون چی میکنن، دیوارها یا قلعه ها میسازندن به دست بیچاره. لیکن پیامبر اسلام با روی گسترش همین یک آلت گسترش علم تبدیل دادن. این به این معنی است که یعنی علم ارزش دارد، علم مقامی بلند دارد، دانش باید قدردانی شود. پیامبر صلی الله علیه و آله عملا این کار را یعنی کردند. خب استاد از سنت پیامبر صلی الله علیه و آله درباره اهمیت علم و اهمیت ترغیب به علم و اهمیت ترویج به علم و تشویق به علم، رسول خدا صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند من سلک طریقا یلتمس فیه علما سهل الله به طریقا الی الجنه. یعنی از این بزرگتر میشود که پیامبر صلی الله علیه و سلم راهی کسب علم را، رفتن در راه تحصیل علم و معرفت را میگن راه جنت است. هر کسی در این راه میرود خداوند راه جنت رو برایش آسان می‌کنه. یا در حدیث دیگر میگویند من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین. هر کی را خدا برایش خیر خواهد علم و دانش دین برایش عطا میکند. من میخواستم استاد بسیارتر بالای کلمه یا واژه علم ترکیز کنم. وقتی شریعت میگه که من سلک طریقا یلتمس به علم، و همه علم فقط علم خداشناسی است یا فقط به اصطلاح علم های گمانیتری میگن یا علوم انسانی یا اینکه مثلا علم دقیق هم میداره. اصلا اصطلاح علم دقیق چندان دقیق نیست، به این معنی که علم دقیق گفته که چند علم رو از قبیل علمی فیزیا یا کیمیا خاص گردانیم. نه، دقت علمی در علم های دینی نیست مشاهده میشود، رعایت میشود. یعنی علم فقه که از علم های دقیق است، علم اصول فقه که از علم های خیلی دقیق است. یعنی انسان مغز متمتیکی و ریاضی میخواد برای درکش. بله. خب این در مورد اصطلاح علمی دقیق خاص کیمیا یا فیزیا نیست. دیگر اینکه دلیل هایی که در مورد علم آمده، علما به این نظرند، دانشمندان میگن که خاصی علمی دینی نیست. البته علم دین اساس علم هاست،
معرفت خداوند، معرفت فلسفه زندگی، این اساسی همه دانش هاست. اگر همه دانش را کس داشته باشد و از معرفت خالقش غافل باشد، بیخبر باشد، علمش هیچ ارزش ندارد. یعنی چه ارزش است آن علم و تحقیق را که شخص پیش سنگ سجده کند، سنگی که باید آن را تراشیده زیر پایش مثلا استفاده برد، یا چه ارزش دارد اون دانش و تحقیق که بیگاه اون نامزد علم رفته پیش گاو یا کدام جانور دیگر سجده کند، اون خدا گوید. ولی من استاد اینجا مثلا میشه یک بعضی جمله ها یا گفتوارده از علامه شکوری بیاره. وقتی که درباره مدرسه بخارا و مدرسه غرب گپ میزنن بسیار جمله جالب دارن. یعنی که از جمله میگن که باید که در بین این دو مدرسه توازن رعایت شود. چون که مدرسه بخارا، من در نظر مدرسه بخارا یعنی که اونایی که 100 سال 200 سال پیش بود، میگن که مدرسه بخارا صرف معنوی گرا بود یا معنوی، مدرسه غربی صرف مادی گرا بود. اگر توازن بین این دو چیز رعایت نشود، خیلی که فرموده که این علم رو باید با یک شکل نگاه کنیم. ما میخواست یعنی گذشتگان ما مثلا ببینید بیرونی، مثلا بیرونی حافظ نبود، مگر حافظ قرآن نبود، یا داننده احادیث نبود، یا ابن سینا یا فلان. یعنی اینها در برابر همین علم، این علم ها رو نیز فرض می‌دونست. یعنی علم های یاری رسان برای شناخت خدا. بله، اونگونه که گفتیم علم خداشناسی اساس علم هاست که برای انسان غایه بزرگی هستیش را معرفی میکنه که برای چی آمده، از کجا آمده، برای چی آمده و کجا میرود. اما علوم دنیوی نیست، یا اصطلاح علوم انسانی استفاده بریم، نیز از علومی است که شریعت به تعلیم آن و تحصیل آن امر کرده. یعنی از نگاه فقه تحصیل علم طب، علم کیمیا، علم هندسه، اینها از فرض‌های کفایی هستند. آنگونه که امام شاطبی، امام غزالی، بزرگترین فقهای اسلام عزیز باید در این چیز خیلی دقت کنیم که اسلام هیچگاه ضد این علوم نبود، بلکه اسلام اومد که این چیز ترقی داد. نمیگم که اسلام اختراع کرد، بلکه ترقی داد، علم رو بالا برد. البته از قرآن نباید بعضیا غلط میخوان که در قرآن جمله که گفته خیلی زیباست، یعنی که فرض کفایه است. فرض کفایه یعنی که این مثلا باید بیننده‌های عزیز، اونایی که علم دانش دوست می‌داره که این چیز در اسلام فرض است. خیمه خوندن فرض است، فیزیک خوندن فرض است، متمتیک خوندن فرض است، کفایه است. یعنی که یک توده مردم میگن چه خوندن از دیگران. اگر هیچ کس به این علوم دقت نکند، همون اهل شهر، اهل همون محله گناهگار حساب میشن. چرا؟ چون که حیات انسان ها مربوط این فن هاست. یعنی اسلام نمیگوید که همه شما در کنج مسجد رفته طاعت عبادت کنید. خب نفری اگر بیمار شود چی؟ طبیبی در کار که او را معالجه کنه، یا برقی در کار که مسجد روشن باشد، یا نمیدونم راننده و پزنده و یعنی هر تخصصی در جامعه که ضرور است انسان ها به آن نیاز دارند. به عباره فقها معاش مردم یعنی روزگاری مردم متوقف آن اختصاص است، آموختن آن فرض کفایی است. حتی اگر به قرآن دقت کنیم استاد، ببینیم که اون آیه کریمه که میگه انما یخشى الله من عباده العلماء، هر آینه علما دانشمندان از خداوند میترسند. یعنی ترس حقیقی، ترسی که شایسته است، چون که آنها خدا را بیشتر میشناسند. این جزئی آیات یا این جمله در پایان جمله های ذکر شده که قابل توجه هست. یعنی پشت علم فقه یا علم تفسیر یا علم حدیث نآمده، یا علم دینی در خداوند عزوجل فرموده الم تر ان الله انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك انما يخشى الله من عباده العلماء. یعنی اینجا خداوند عزوجل میگوید در سوره فاطر آیا نمیبینید که ما از آسمان آب فرو فرستادیم و توسط آن میوه های شکلش گوناگون هست نمودیم و این چنین راه های در کوه های سفید و سیاه و این چنین از جانوران و خزنده ها و چارپایان اشکال گوناگون آفریدیم. یعنی آب یک آب است اما میوه های گوناگون. زمین همون زمین است، همون زمین است، موجودات گوناگون میروید و هست میشود. یعنی در این آیه کریمه خداوند عزوجل به علم بیولوژیا و علمی یعنی گوناگون شکلی اشیاء طبیعت اشاره کرده. بعد این میگه که انما یخشى الله من عباده العلماء،
هر آینه دانشمندان از خدا میترسند. یعنی ما در علم استنباط یا علم اصول فقه چی داریم؟ قاعده سیاق، یعنی جمله را با جمله قبلی و بعدیش باید فهمید. سیاق کانتکست است، یعنی روش جمله، روش کلام، روش جمله. اگر ما روش را به نظر گیریم، یعنی خداوند اینجا گفته شده است که در این چیزهای گوناگون که در طبیعت من آفریدم، مردم سر این هستی را درک میکنن، میآموزن، علم بیولوژی دیگر میآموزن و دانش، یعنی خدا را بهتر میشناسن و البته آنها از خدا بیشتر میترسن. این اسلوب تشویق استاد در حدیث هم هست. مثلا پیامبر علیه السلام درباره بیماری گپ میزنن، مثلا ما انزل الله من داء الا وانزل معه الدواء علمه من علمه و جهله من جهله. یعنی ببینید اینجا بگن کسی دانست، کسی ندانست. یعنی ما تشویق به پژوهش و به گفتگو و به اینکه الله تعالی یعنی گیاهایی میرن با هم چی میکنن، آمیخته میکنن، تو اینکه یک دوره برای همین دوای برای این دو یا اینکه بیماری. اصلا این فکره اینکه دین با علم در تضاد است، دشمن است، اصلا ریشه این را اگر جستجو نماییم، این تفکر از غرب به ما آمده و در غرب نیز نمیتوان گفت دین با علم در تضاد بود یا دشمن بود، بلکه کلیسا با علم دشمنی داشت. یعنی دینی تحریف شده، وگرنه اساسی اما دین ها یک دین است. اصلا وقتی ما دینی نصارا یا دینی یهودیت میگوییم و دینی اسلام، اصلا اصلش یک دین است، دینی خداپرستی، دینی یکتاپرستی. منظورم از دینی مسیحیت دینی تحریف شده مسیحیت، وگرنه اصلی مسیحیت دینی اسلام است یا اصلی یهودیت دینی اسلام است. مقصد در عصرهای میانه کلیسا هر گونه اندیشه جدید را هر تقمی نامید و اون نفر را محکوم به قتل میکرد، بلکه بدترین شکل قتل، یعنی گلیلی و بسیار علمایی که اونو سوخته شد. در زمانهایی که در عصرهایی که در کشورهای اسلامی اختراع یعنی براه مونده میشد، درس خوانده میشد و مکتب‌ها و کتابخانه‌ها در اوج زمانی که درباره وقتی که ما درباره چی گپ می‌زنیم، خسوف و کسوف در اروپا میگفتن که وقتی خسوف میشه میگن که دیو ماه خورده شده است، نابود کرده، یعنی که در حالی که اینجا مردم میدونن حساب و کتاب میکردن اون زمان. درست. لیکن متاسفانه استاد اینجا یک چیز دیگر از این نقطه دیگر است که همین تلازم بین مادیگرایی و معنویگرایی، یعنی که معنویت و مادیت، خب بینش هست تلازم خیلی. بله. یعنی ببینید اگر حاضر هم مدرسه بخارای ببینیم چه خیلی که بازم در استاد شکری میگه، یه مدرسه بود که روحی بی بدن بود، روحی بدون جسم بود. یعنی اون مادیگرای غربی برعکس بود، جسم بود روح نبود. درست. پس اون که همین تلازم رعایت نکرد. بله. توازن. یعنی علم غربی روحیه و معنویات میخواهد و معنویات شرقی علم و تحقیق و اختراع میخواهد. ببینید چه برای ما گران اومد وقتی که ما همین تلازم رعایت نکردیم. مسلمان ها خصوصا بعد از همین چیزی مغول مثلا گریم، این همین عقب ماندگی که خصوصا منطقه آسیا ما داشت، از همین حسابی چی فقط به یک طرف معنویات رفتن مادیات تمام پشت دست کردن، در نتیجه هم اقتصادی مضرر دیدیم، هم اجتماعی، هم از جهت سیاسی و هم از جهت تکنولوژی. به عباره دیگر بگوییم دین خود را خوب نفهمیدیم و خوب تطبیق نکردیم. اگر دین را به شکل درست پیاده می کردیم، البته که به علم اقتصاد و علم یعنی صنعت و زراعت توجه می کردیم. یعنی اگر مسلمانان به دینی به تعلیمات صحیح اسلام به شکل شایسته رو می آوردن و آن عمل می کردن، باید مسلمان ها اولین شده به فضا می رفتن، یا مسلمان ها اولین شده باید این وسایل تکنیکی که امروز استفاده می بریم باید اولین شده مسلمان را اختراع کنن، چون که دینی او را به آموختن، کشف کردن، تحقیق نمودن، اختراع کردن ترغیب میکنه. گذشتگان خود بیرونی خوارزمی، بله، این ابن هیثم اساسگذار علمی یعنی بصریات یا اپتیکا، یگانه کسی که نظریه یونانی ها را تصحیح کرد. تا زمانی او میپنداشتند که چشم نور میدهد و یعنی انعکاس نور چشم بینایی صورت میگیرد. آمده گفت که نه، بلکه از اشیا نور انعکاس میدهد و اصلا نور در اشیا وجود دارد از استفاده نور شمس. یعنی این در 1000 سال قبل، یعنی ابن هیثم تقریبا 440 وفات کرده یا 430، یعنی 1000 سال قبل علمای اسلام که فقها بودن و از قرآن و حدیث یعنی بهره‌ور بودن، با کشفیات علمی ریاضیات و بصریات و
یا علم کیمیا مثلا. اینچنین جابر ابن حیان در خود همین قرنها عمر دیده. حتی خود فیلسوفان غربی همونهایی که اختراعات کردن، البته اختراعات آنها بر اساس نظریات و تالیفات علمای اسلام بود، اینا خودشون اعتراف دارن. یعنی از اندلس برداشتن، از اندلس. همه میدونند که کتاب‌های سینا قرنها کتاب‌های درسی در دانشگاه اروپا بود، یا کتاب‌های ابن هیثم. خود فیلسوفان یا مؤرخان علم که در تاریخ و روند علم نوشتن، البته که به صراحت این چیزها را ذکر میکنن. حتی اینشتین میگوید علم بدون دین کور است و دین بدون علم یعنی لنگ است. یعنی هر دو باید جمع شود. باید دین راهنمایی کند، علم باید تحقیق کند. یعنی وظیفه ما از دین نباید انتظار شویم که برای ما اختراعات پیشنهاد کند. بلکه پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی دیدن که خرما را پیوند میکنن اون صحابه ها، حدیث مشهور است در صحیحین است، گفت انتم اعلم به امور دنیاکم. یعنی من برای نمودم که برای شما اختراعات پیشکش کنم، یا من بیولوگ نیستم، شما میدونید دنیای شما. فردوسی هم مثلا اشاره میکنه، میگه که تو را دانش و دین رهاند درست، رهی رستگاری بی بایدت جست. دانش و دین مثلا، یعنی این گذشتگان ما همیشه هر دوش با توازن رعایت میکنن. وقتی این توازن با تکرار شود درست از بین رفت دیگه ما قفمون داشت. یعنی این اندیشه که دین با علم در تضاد است، گفتیم اندیشه غربی است، اندیشه غلط است اصلا. چون که بله کلیسا با دین در تضاد و در عداوت بود، اما دین اسلام هیچگاه با علم در تضاد نبود، بلکه علم را عبادت گفت، بلکه رفتن در راه علم را رفتن در راه بهشت خوانده، بلکه حتی علم استاد شرط عبادت است اصلا. یک نفر وقتی احکام نماز را نخواند نآموزد، نمازش درست نیست. وقتی کسی به بنیاد خانواده اقدام میکند، فقه میگوید که باید احکام خانواده را آموزد، یعنی واجب است برایش. یک نفر اگر میخواد تجارت کند، باید احکام سودا و تجارت را آموزد. غیر استاد بعضی عبادت‌ها هست که مرتبط به همین علم‌ها هستند. وقتی نماز دونستن، میراث شاید میراث تقسیم کردن، مثلا وقتی حج دونستن، وقتی رمضان در رمضان شد، همه اینا مثلا وابسته به اون علم هستن. اینا علما از اول این چیزا یک جهیش کردن علمای اسلام. همین که بیت الحکمه هارون الرشید کتابخانه بزرگی در بغداد تأسیس داد، که این اصلا تنها کتابخانه نبود، بلکه یک مرکزی اکادمی و یعنی مرکزی تحقیقاتی بود. اونجا در پهلوی این کتابخانه رصدخانه بزرگی بود که با علم نجوم مشغول بود. مدیر کتابخانه بازم تاجیک بود، خیلی بیرونی یا خوارزمی بود. بله خیلی این کتابخانه واقعا حتی اهل غرب در مدح و ثنای این کتابخانه کلمات زیبا دارن. میگن بیت الحکمه یعنی اولین مرکز پژوهشی در عالم بود که برای پیشرفتی چه عالم شرق چه عالم غرب سهمی بزرگ داشت. میگن 400,000 مجلد کتاب بود. در زمانی که اهل غرب اصلا به شهادت خودشان حتی شاهانشان خواندن نوشته نمیتونست. بله. یعنی یکی از مورخان میگه زمانی که ما فلان شاه همون خوانده و نوشته نمیتونست، کودکان مسلمان ها در دبستانشان در لوح‌ها قرآن را نوشته حفظ میکردند. اتفاقا در کتاب اصطلاحی همون قدیم که کتاب میگفتن دبستانی که کودک نخست رفته خواندن نوشتن قرآن حفظ میکرد. مسجد و در چیزای مسجد. بله. اونجا اولا کودک خواندن نوشتن میآموخت، قرآن حفظ میکرد، بعدا علم حساب و ریاضیات و علم‌های یعنی تجربی که امروز میگیم اون را میآموخت. بنابراین ما در ترجمه حال علما ببینیم که در 16 سالگی مثلا میگه این تعداد علوم را ختم کرده. در میان علوم علم ریاضیات است و حساب است و طب است. دوستان بالای همین چی تاکید کنیم، بالای معنویات و همین ماده‌گری همین چیز. یعنی ببینید باز میگردم به همون سیستمی بخارا، برای اینکه چه خیلی مهم است. سوالا هم خیلی بسیار است که چرا ما قفا موندیم، چرا پیشتر مثلا سینا و فلان داشتیم یا بیرونی داشتیم فلان داشتیم، لیکن حاضر نیست این چیز. یعنی باز اون گفتم توازن هم مثلا جدا شد. لیکن میگن که سیستم همون بخارا یک مسئله مشهور تاجیکی داره، میگن که عالم شدن آسان و آدم شدن دشوار. خیلی یعنی میگن همین سیستم میبردن بچهای مثلا اساسی آدم میکردن که در مدرسه ها، بعد میگفتن که چه خیلی علم گرفتن یعنی که تو دیگر این گرفتن آزاد هستی. ان شاء الله یک اقتباس میارم از کی میگن که
آنگاه هر کس عالم شدن خواهد یا پیشه دیگر اختیار کند بیشتر امکان خواهد داشت که به مقصد برسد. یعنی بعد آدم شوی، این از که جمله شکوری است که بخیر شد بعد میتونه که مقصد خودش رسد. یعنی وقتی آدم نشده علم طلب کند، یعنی که اول آدم نشود و علم کند بولی به شریعت و بول میشه. درست. یعنی مثلا بعضی نظام‌های اقتصادی یا سیاسی غرب رو می‌بینیم، یعنی اون پیشرفت اون علم و دانششون وقتی که از معنویات خالی است، یعنی قانونیت‌های اقتصادیشون برای بیشتر فقیر گرداندن طبقه‌های فقیر است، برای بیشتر غارت نمودن کشورهای سوم است. نظام سیاسیشون که باشد همین گونه. حادثه‌های غزه خود اثبات نمود که یعنی دو خورگی و اینها. وقتی که در پهلوی علم و تحقیق معنویات نباشد، علم بر زیان خود همون صاحبش و بر زیان بشریت می شود. یعنی استاد بینید یک فتره یا که زمانی کرختی بود. مثلا مسلمانان بعد از حمله مغول در نتیجه نفهمیدن دینشان تنزل سخت در اونجا شد. خیلی به سرعت مسلمان تنزل کردن. و فکر شما هم تنزل دوام دارد؟ یا اینکه مثلا حاضر نسل مسلمان یعنی که در همه علم پیشروی دارند غیر از علوم شرعی؟ سوالی به جا مطرح کردید استاد. البته چنین نیست. یعنی 100 سال اخیر است که الحمدلله امت اسلام رو به بیداری آورده و به اصل دین خود برگشته و به علوم انسانی نیز توجه خاصه دارد. ما در بهترین مرکزهای تحقیقاتی عالم، چه در امریکا، چه در اروپا، چه در ژاپن و شرق اسلام، متخصصان مسلمانی داریم که خیلی به مقام‌های بلند علمی رسیدن. اتفاقا همین وبای کرونا که عالم را سرگردان کرده بود، این دو جفت ترک که در آلمان طبیب بودن اختراع کردن این دواهایی که خیلی مفید بود و این نمونه ها به این شکل زیاد است. بله، تا تو در همین چیزام مایکروسافت و در چند بعضی هندوهای مسلمان هستن از شرق جنوب شرق آسیا هستن، مالزی و اندونزی. حتی در مؤسسه های علمی و اختراعی در امریکا و اروپا مسئولانی کلامی از فرزندان مسلمانند. البته که فراموش نکنم استاد، یکی از مثلا مسئول زنده ترش همه اسکر اکایف است، رئیس جمهور سابق قرقیزستان که در همین ساحه کسب نفتی خیلی اختراعات داره. بله، به همین خاطر یعنی مسلمان ها از این کرختی، از این یعنی کجفهمی دینشان در 100 سال اخیر میتوان گفت بیرون شدن و دارن هم به علم دین و شریعت البته توجه دارن و در این ساحه هم خیلی پیشرفت شده در فقه و حدیث و باز استاد یک چیز دیگر یاد اومد فراموش نکنم، مثلا نجم الدین اربکان یکی از شخصیت مثلا ماشین ساختن، تانک هم ساختن، یعنی که یک مهندس خیلی برجسته آلمان رفته آموخته آمده. اتفاقا از استاد اربکان قصه کرده یادم آمد، این فؤاد سیستگین محقق و مورخی سرشناس ترک خدا رحمتش کند تحقیقات زیاده به عمل آورده، کتاب‌های تالیف کرده و اثبات کرده که زیاد از اختراع‌هایی که به اختراعکاران اروپایی نسبت داده می شود اصلش از اختراع‌های مسلمان است. یعنی به حجت و دلیل اثبات کرده. بکنه اینجا باز استاد نمیشه به تاریخ مثلا همیشه تاریخ غالب می‌نویسه. اونو که دیگر همین 200 سال 300 سال اخیر بالی ملت‌ها غالب بودن، هر چیز به خود نسبت دادن گرفتن. مثلا همین قاعده نیوتن هم میگن پیش علما پیشتر کشف کردن، میگن که همین نسبی عقیده نسبی و چیزا اینا از مسلمانان بوده که قرآن به خود از همین چیز هست که در قرآن هست که مثلا زمان نسبی هست. متاسفانه قلم دیگه درس اونها از هر چیزی به خود نسبت داد. حتی آن تصویری که در کتاب‌های اخیر در زمان شوروی از بخارا و مدارس بخارا تصویر می شود حقیقت آن گونه نبوده. مثلا ما احمد دانش می‌بینیم در یک چند علم یعنی دانش قوی دارد، از جمله در فلک و استرونومی و ریاضیات و اینها. پس در بخارا کسانی بوده که به این علم‌ها توجه کرده می‌خواندند. خود اینی میگن که سال 1588 عبدالله خان ازبک اومد، بعد میگه این سبب یک تناسل و رکودی مدرسه‌های بخارا میگه. این آدم اومد بعضی ملاهای که رسمی ساخت و غیر رسمی ساخت. بعد این رسمی ها دیگه میگه علم‌های اساسی قرآن و حدیث و هندسه و طب همش برآوردن. میگه تا اومدن همین طب بود، هندسه بود، ریاضیات بود، همش بود. بعد دیگر این ملاهای غیر رسمی میگه تفسیر هم میگه در خونه‌شون درس میدادن، شرح حدیث هم. این چنین همه علمایی که اشاره کرد مثل نجوم و مثل ریاضات اینها، بعضی اینه که انگوش شمار علمایی بودن که
به طلبه هم میراث بود. از برنامه درسی بیرون کردش. بله. اینو در مدرسه رسمی نبود یعنی. بله. بعضی مولها در خانه خودشون درس می‌خوندن. یکی دیگر از دلیل‌های این که دین اسلام با علوم تجربی هم قدم بود یا علوم تجربی در سایه اسلام رشد کرد، اون سخنی که از فیلسوفان اروپاست که میگوید چگونه شخص علم و معرفت آموزد در صورتی که زبان عربی نداند. یعنی از عصرهای میانه از این فیلسوف غربی، یعنی زبان عربی زبان علم بوده، اونگونه که در این عصر با زبان انگلیسی زبان علم شده، زبان عربی زبان علم. اگر مسلمانان با علم اگر در جنگ بودن، در تضاد بودن، البته زبانشون زبان علم قرار نمیگرفت. بله. یعنی من برای یک چیز دیدم، مثلا دیپلمی که چند صد سال پیش صادر شده است، بالوش بسم الله است. اگر پیدا کنم حتما میگذارم، اگر از آرشیو پیدا کردم میگذارم. حتی اون نامه از فرانسه حتی نامه یکی از شاهان انگلیس که با اندلس رئیس دانشگاه نامه می‌نویسد که دختری ما را با این دوگانه هایش لطفاً به دانشگاهتان پذیرید چون که علم آموزن. تا حالا نامه محفوظ است و میگن در زمانش داد سکه زده میشده با کلمه شهادت همون. مثلا یک چیز دیگر که همین معماری که در اندلس حالا هست، در قرطبه، اسپانیا یا در شام و عراق و در استانبول و در مصر و در مغرب و تونس، یعنی همین معماری عجیب که حالا هم سیاح‌ها در تعجب میشوند. 100 سال ها، 1000 سال زیاد داره. از 1000 سال زیاد داره که شاونیستایی که فقط افغانستان رو مثال میاره. اگر علم ترقی نمی بود، علمی هندسه اگر رشد کرده نبود، این بناهای عجیب و غریب را چگونه فرزندان مسلمان میتونستن که سازند؟ سمرقند، بخارا مثلا همه این با علم ساخته میشه. دانش در کار برای. خب استاد ببینید، یک جای است که مثلا فضای مهیا کردن که آموختن دین مشکل تر است یا آموختن دین امکان ندارد یا شبه ممکن است، یا حتی جنایت است. بله. خیلی این جوان باید که جی فراغ معنوی خودش بود کنه. بله درست است. البته باید چنین باشد، یعنی باید این دو قنات برای مسلمان پیدا باشد، یعنی هم از دنیا باید با خبر باشد، از علوم معاصر، از تکنولوژی عصر حاضر، هم از دینش، هم از ایمانش. باید هر دو این قنات در شخصی مسلمان باشد. اگر یکی از این دو خلل دار باشد، یعنی زندگی وای پابرجا نمی شود. مثلا یک نفر به علوم معاصر و علوم تجربی اگر پر رو آرد، از احکام دینش بیخبر باشد، فرض و سنت را نداند، طرز نماز خواندن را، وضو گرفتن را نداند، البته این دانشجو هیچ ارزش ندارد، چون که برای همین دنیای چند روزه علم خوانده زحمت کشیده، اما همین که یعنی از این دنیا رحلت کند عاقبتش بد است. بنابراین دوراندیشی این است که انسان برای حیات ما بعد مرگش نقشه کشد. یعنی به اصطلاح همون استاد شکوری، یعنی که باید جسمش روح داشته باشه. بله. خداوند عزوجل انسان رو از جسم روح آفریده، هر دو غذا دارن. یعنی وقتی نفر مثلا دیپلم ها میگیره در علوم زمانه متخصص میشه، این برای روزگارش رو برپا کردن، راه زندگیش رو یافتن است، اما باید زندگی آخرت رو نیست اندیشه کند. تسخیر همین علم و تجربه برای پیش بردن مردم، برای فایده آوردن به جامعه است. علم عبادت است. یعنی هو الذی انشأکم من الارض واستعمرکم فیها. قرآن میگه که خدا شما را از زمین آفرید و از شما طلب کرد که دنیا رو آباد کنید. لیکن استاد وقتی که این بچه اومد علم تجربه خوند، بله، وقتی اینو به مردم، به فایده مردم استفاده برد، البته عبادت است. عبادت خیر الناس انفعهم. بله، هر چی که به نفع مردم است، بارک الله فیکم استاد، و عبادت محسوب است. این چنین از علوم دینی باید بهره ور باشد، نابسته در کدام ساحه است، متخصصی چی میدان است، باید از احکام دینش با خبر باشد. یا چنین نشود که پره در کنج حجره و علوم دینی مشغول شود و از علوم معاصر بیخبر باشد، تقلید کند. بنابراین هر دو را باید جمع کند، فراهم کند. سوال شما که در جمعیت اگر فضای مساعد نباشد که این دو را جمع کند، چگونه کند؟ البته که ما در عصر شبکه اینترنت و دسترسی به معلومات داریم. هر نفر باید خودش کوشش کند برای خودش فضای سازد. یعنی این شبکه هایی که تعلیمات دینی، تعلیمات معتدل دینی،
پهن میکنن، درس ها میگوین. خیلی خوب است معتدل. بله باید از اینها استفاده کند. البته جوانی مسلمان یا عموما در کدام سن سال است فرق نمی کند، چه زن است چه مرد، هیچ کس رو منع نمی کند تعلیمات معتدل دینی آموزد، نه به افراط راه دهد نه به تفرید، نه کاملا از دین بخبر شود، نه چنان دینداری شود که یعنی به اهل جامعه به نظر خطر شود. یعنی که اینجا اشاره که دینداری خطرناک، یعنی در جمله دینداری یک توده دینداری است که خطرناک. بله آیا شخص دیندار خطرناک شده میتونه؟ البته میتونه، چرا نه؟ اگر دین درست فهمیده نشود، درست تطبیق کرده نشود، میتواند اندیشه های افراطی نتیجه پیدا شدن یا به عمل آمدن رفتارهای افراطگرایانه می شود. اینا کسانی که به صحابه ستیزی مشغولند در شبکه ها امروزها، اینا از چی؟ از گویا که از دینداریشان از آل بیت گویا دفاع میکنند، یا نفرانی که جامعه را به کفر نسبت میدهند، تکفیر میکنند. اینا هیچ گویا خیلی دیندارند، یا تنها آنها مسلمانان اما جامعه اهل بدعت است، اهل خرافات است، اهل شرک است. ولی دینداری نیز باید در چارچوب درست معتدل باشه. باز همون نقطه اومده، یعنی باز توازن وسطیت، یعنی در بین این دو چیز. بله. وجعلناکم امة وسطا. این چنین فراهم نمودن تعلیمات معتدل دینی، یعنی پورا بستن درهای تعلیم بر روی یک ملتی که مسلمان است کار غلط است. البته چون که دین آنگونه که روانشناسان میگن یکی از نیازهای انسان است، نیازهای فطری انسان، آنگونه که میخواهد خورد نوشد میخواهد دین داشته باشد. اصلا تاریخ هم میگن که قبیله هایی بودن که قومیت هایی بودن که مثلا هیچ نداشتن، که یکم قبیله بیدین ندیدن در تاریخ، یا قبیله که از دین محروم بودن، اقلا یک چوب، یک سنگ، یک موهی، یعنی هر بازیافته تاریخی آنجا یک معبد مسجد نشانه بر این است که هیچ قوم ملت در طول تاریخ بدین نکرده. نیاز اساسی و فطری هر یک قوم است. بنابراین مردم را از این چیز محروم نمودن گویا که راه نفسش را بستن است. وقتی ما درهای درست را برایشان باز نمی‌کنیم که تعلیمی درست دینی گیرن، البته که جایهای میابند برای خودشان که دین آموزن، البته که اون جایها که در اداره ما نیست هر گونه تعلیمات درست ممکن است. احسنتم استاد. خب بار دیگر استاد، من چرا روی معنویات بسیار میگم استاد؟ به فکر من یعنی که معنویات در علم خیلی ضرور است. اگر معنویات نباشد، ببینید تاریخاً میگن که سال 22 اپریل سال 1915 در بلژیک وقتی که جنگ یکم جهان میرفت، مثلا آلمانی ها اولین شده اسلحه شیمیایی علیه مثلا متفقان روس استفاده بردن که در نتیجه 3000 آدم کشته شد در اونجا. خب بعد اون استاد چی میشه؟ میگن که علما میگن که ارنست فیشر گفته، یک عالم میگه که تا این وقت، یعنی تا 1915 تا این وقت، یعنی تا اختراع یراق کیمیایی یا شیمیایی، هدف از اکتشاف علمی آسان کردن شرایط زندگی مردم بود. تو همین بعد چه میگه امروز باشد علم شرایط مرگ آسانی رو برای بشریت تقدیم کرد. یا همین مثلا ساخاروف، یا اینه که بمب اتمی مثلا آمریکایی مثلا رابرت اوپنهایمر، یا که لسلی گروس، یا اینجا یعنی روسو کورچاتوف و ساخاروف و خریتونوف، همه اینا یعنی یا بمبای اختراع که وقتی که ببینید از معنویات خالی بود، فقط جهت ماده بودن دیگه، اونا پروا نداشتن که یک چیز اختراع کنن که میلیون ها آدم نابود کند، یک شهر به کلی نابود کند، میلیون ها گکتار زمین سوزاند و دیگر از زراعت از اون محروم کند، یا کودکان مثلا شکلشون رو ویران کنند. یعنی خانه‌ای که خدا آفریده که تا اینجا سکونت کنه زندگی کنه، بعد از خودشون خراب میکنه خدا. وقتی که علم از ایمان و معنویات خالی باشد بر زیان بشریت است. اینچنین وقتی که معنویات از علم خالی باشد نیست. یعنی بخورای گذشته مثلا 200 سال پیش، 300 سال پیش مثلا تقریبا استحصالات وجود نداشت، فقط دستی میکردن بود. از همه جهت، چه از جهت اسلحه، چه از جهت نظامی، چه از جهت اقتصادی قفل بود که این هم بالیم و بلا آورد. مثلا از بیرون اومدن و ما رو استیلا کرد. یعنی توازن خیلی در این چیز مهم است. یعنی که باید طلبای عزیز یعنی که توازن رعایت کنه در این چیز. هیچگاه از دین خود غافل نمونید و هیچگاه از علم غافل نمونید. هر دوش مثل دو قنات باید که انسان ها استفاده برای پیشبری حیات خودش و برای سربلندی در آخرت در نزد الله تعالی. و به این خاتمه بخشیم که هر نفری که علم تجربی را، علوم انسانی را خالصانه آموزد و بی‌طرفانه
مسئله های این علوم را تحقیق کند، البته که به شناخت خالق میرسد. یعنی ما صدها بلکه هزارها نفر از اختراعکاران غیر مسلمان داریم که در نتیجه رسیدن به معلومات های دقیقی در هم فنونی که متخصص بودند به اعتراف خالق رسیدن و به این دین بزرگ گرویدن. دیدن که آنچه که قرآن میگوید، مگونو که از زبان بعضی طالب علمان سر زده بود، طالب علمان علومی تجربی، یعنی که در قرآن معلومات های سطحی وجود دارد، نه، بلکه در قرآن اصلا هدایت ها وجود دارد که انسان چگونه زندگی کند، اما مسئله های دقیق کیمیا و فیزیک در قرآن که نیست، بلکه قرآن اشاره ها کرده. اما همون اشاره های خیلی علمی و خیلی دقیقن، چون که اون علما وقتی که به اون معلومات ها میرسن میبینن که در قرآن عیناً همون معلومات قبلا ذکر شده، همچه یک فرم ذکر شده. بله، اعتراف میکنه که کتابی بشر نبوده. اونه که سطحی گفت استاد، اونم از جهت معنوی که خالی بود، بله، تهی از معنویات که بود، معلومات دیگر علمش بله نتونست. یکی از علمای علوم تجربی و متفکران غربی میگه اولین جرعه یا اولین قطره از پیاله علوم تجربی شما را به بیخودایی میبرد. یکی شما به آخری پیاله وقتی میرسید اونجا خدا رو میبینید. منظورش البته مجاز است که اگر شخص علوم تجربی را با اخلاص آموزد و دقیق آموزد بدون تأثیرات فکری و ایدئولوژیکی از بیخودایان، از پیش‌داوری، البته که به خلاصه هایی میرسد که قرآن آن خلاصه ها را گفته، دین آن خلاصه ها را گفته. یعنی استاد ببینید مثلا همین فرعونی که وقتی زنده بود ما انا ربکم الاعلی میگفتن، دعوای خدا میکرد، سبب مثلا اسلام یک علم فرانسوی شد. وقتی که جسم فرعون خواستن ترمیم کنند اونجا بردند و این وقتی که بالاش با خیلی کار کرد دید که درمون گوش و شکافی بینیش و لباش نمک دید. بعد وقتی که افتاد فهمید که قرآن گفت، یعنی که در انجیل و در بیان نیست، در تورات در قرآن است که فرعون غرق شده است. بعد گفت این جز گفت یعنی که خدا هیچ نمیدونه دیگه. اینچنین الیوم ننجیک ببدنک، باید بدنت محفوظ ماند تا عبرتی عالمیان گردی. که تا امروز در آثارخانه قاهره این جسدی مومیایی شدهش وجود دارد. این یکی از شهادت‌هایی که گواهی بر صدق این نمونه زیاد است که ما نمیتونیم هر یک این نمونه رو بیاریم، لیکن به شکل ما فقط میشنیم که عالم مسلمان شده، اختراعکار مسلمان شده، که در نشوندیم که اختراعکار مثلا یک دین دیگر قبول کرده باشه جز اسلام. و اینم دیگر چیز اونها رو دشمنا رو چی میکنن، دشمنای اسلام بیان دارم که چرا فقط به اسلام مثلا مردم رو. خب استاد بار دیگر یکی از چیزهایی که معنویات چی میکنن برای کودک میگن که همین شعر و قصه و همین چیزها هست. شما مثلا میشه اون کتابا رو توصیه کنید برای مثلا نورس و کودک و مثلا این مسئله رو مطرح کردید و یادم آمد چند سال قبل یکی از مسئولان کلام در وطن در یک صحبتش این گفته بود که چرا ما دائم شعرخوانی میکنیم و شعر حفظ میکنیم، این شعرخوانی ما رو به جای نمیرساند، باید به علوم تجربی رو آریم. گفته این اندیشه خیلی غلط است. شعر و ادبیات یک مکتبی تربیوی بزرگ است. بگذار از اینشتین و از دیگر ریاضیدان و فیزیکدان خواند نورس یا دانش آموز اینچین در پهلویش گلستان سعدی و بهارستان جامی خواند. این هر دو را چرا با هم روبرو باید گذاریم، دشمن شماریم؟ هر یکی ساحه خودش رو داره. یعنی علوم تجربی آموزد برای اختراعکار شود، زندگی را پیش برد، اما شعر ادبیات خواند از این مکتب معنویات خدا فراغ خدا کنه. رشد فکری میتونه برای کودک، یعنی ازاد کردن یاد بگیرن، مثلا فهمیدن یاد بگیرن. ببینید همین بود دیگر از اون اشاره‌ای که کرده بودن استاد شکری میگن که ما وقتی ما کودک بودیم، وقتی یک محفل می نشستیم اونجا پیرو می نشستن جوانو همه به شعر حرف میزدن. بله من میگم حاضر این چیزا نمیبینم که انسان رو به شعر جواب بده دیگر شونه. این سببش چی؟ سببش همین دور شدن از همین مکتبی بخارا، از مکتبی که پیشتره که اونا مردم به همین چیز زندگی مغزش چی میکنه. حالا مثلا استاد دو شده بعضی مولایی که در زمان سویس خوندن، مثلا سویتی چیزی میگه به شعر جواب میدن، چیزی میگه یا از حافظ جواب میده یا از بیدل جواب میده یا از مثلا جامی جواب میده. البته ما از حافظ و بیدل و سعدی نباید انتظار باشه که ما رو به کیهان برسونن. این کتاب‌ها یا این آثار اونها وظیفه خودش رو داره. نکنه اشاره دیگه اینجا میگه خوب زده. امروز میگن که
این مولا چی بکار میشه را یکون چی اختراع کنه کدام مولا چی اختراع کرده خیلی گفتم خیلی این هم خنده آور است هم سوال متقابل داد مثلا کدام تاریخ نگار یکون چی اختراع کدام ادبیاتچی شاعر یکون چی اختراع کرده اینو میشود گویم فیزیکدان رو بیاریم تا روز جمعه برای مردم خطبه خواند مثلا این حیات یعنی میدان‌های زیادی دارد هر میدان باید متخصص خودش رو داشته باشد و همون وظیفه خود را به طور شایسته باید ادا کند. این در مورد شعر شاعری گفتیم حفظ شعر و غزل البته که فوند لغوی کس را غنی می‌سازد. این انسان وقتی شعر می‌خواند این تعبیرش بیانش زیبا می‌شود. ادبی می‌تواند حرف زند. حتی سال یادم رفته کدام سال بود پرزیدنت چین وقتی که به دوشنبه آمد یک بیت شعری فارسی نمی‌خواند. یا به نمیدونم به زبان خود خواند یا به زبان فارسی خواند مهم یکی از شاعران کلاسیک بیت شعری او را برای ما خواند. یعنی چین که امروز رمزی پیشرفت تو صنعت است حاکمش از آثار ادبیات ما میداند و میخواند. استاد بین دمی آیات از من یاد اومد میگه که لیتخذ بعضهم بعضا سخریا همین از چیزی که اشاره کرده مثلا که عالم مثلا شاعر به روش خودش است مثلا اختراعات به روش خودش است مولا به روش خودش است مثلا زیایی به روش خودش است. این آیات اتفاقا به قانونی بزرگ جمعیتی اشاره می‌کند که انسان شخص مدنی است دهقان به طبیب نیاز دارد طبیب به معلم معلم به راننده یکدیگر در خدمت هم باید قرار داشته باشند. بله این چون در قرآن این گونه یعنی اشاره ها به هر علمی است به علم روانشناسی ما آیات داریم به علم جامعه شناسی و عموما همه علوم انسانی ما در قرآن یافته میتوانیم. استاد بین دوز مثلا بس بگم که اصل مادی گرایی هستن یعنی که یک چند سوره است که مثلا اصل به معنویات مثلا کاسته شدنش بعضی متاسفانه نوجوانان هستند مثلا نورسای هستند که نسبت معلم به حرمت دارن. این اون چیزی که من مثلا در زمان شوروی بود اینقدر احترامی که به معلم داشتن مردم خب یکی متاسفانه ببینید که به احترام بسیار است یعنی که برعکس هم بعضی معلم هم شاید که نمیدونم از وزینای زندگی باشه روزگار باشه که بعضی نوارا هم پخش شد که بعضی طلبای میزنن یا که دشنام میتنه یعنی برای اینو یکم توجیه میکردید با همین این صحبتمون خلاص برکت بینید استاد. ولی این پهلو هم حاجت به تاکید دارد و پهلوی دومی که ذکر کردید اولا احترام استاد احترام معلم البته چیزی ضرور است از واجبات دانش آموز و طلبه است. هر نورسی هر دانش آموز هر جوانی باید داند که معلم پدری معنوی است پدری روحی است. هر کسی که از او انسان حرف می آموزد الکی او بالای اون کس حق دارد. من علمنی حرفا صرت له عبدا. بنابراین با معلم نه همچون یک کارگر که ما گویا نفر را به اجاره گرفتیم باید دیواری ما را راست کند ماشین ما را درست کند نه معلم شخصی صاحب رسالت است که برای ما علم میدهد برای ما حیات میآموزد کلید میدهد کلید. بنابراین احترام معلم واجب است ضرور است و وقتی میان معلم و طلبه یک علاقه صمیمانه دوستی و وفاداری نباشد البته که آنگونه که باید طلبه از معلم استفاده برد استفاده برده نمیتواند. این چنین معلم میباید احساس کند که طلبه ها به منزله فرزندان او هستند امانت هستند ذهن آنها اخلاق آنها را پدرانشان نزد معلم فرستاده تا به کمال رسند. بنابراین نباید یعنی معاش رو باید حلال کنن و معاشی که میگیرن باید که 100% یعنی که با طلبه ها علاقه خوب اونا رو رسونن و چیزی که برای رسونن برای طلبه. پیش از اینکه مؤسسه تعلیمی و مدیر از معلم طلب کند که کار خود را به شکلی خوب ادا کند باید معلم احساس کند که نزد خدا جوابگر است. علاوه بر این پرسش معارف و مسئولانی که از او بالاترند راهبران مکتب تا درباره معلم فضیلت ها هست در حدیث. بله پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیثی که امام ترمذی روایت کردن میگن ان الله و ملائکته و اهل السماوات والارض حتى الحوت في البحر وحتى النملة في جحرها لا يصلون على معلم الناس الخير. خداوند عزوجل ملائکه او و همه موجودات آسمان ها و زمین حتی ماهی در بحر حتی مور در خانهش برای شخصی که به مردم خیر می آموزد دعا و رحمت میکنند. اینجا فقط هم معلمای استثنا که اتیست درس میده
بله معلم اگر به طلبه ها خیر نیم شر آموزد، بی خدایی آموزد، دین ستیزی آموزد، البته که عکس این است. بنابراین هر چیزی که مفید است برای طلبه، برای دین یا دنیای او خیر حساب میشه. اصلا من اگر اجازه بدید دو مثال میارم از اون وقتی طلبه بودم در مکتب، سالهای مثلا 90 بدایت 90 آخر 80 در حقیقت استادایی داشتیم که اونا اون زمان شاید 50 ساله بالا بودن، اینقدر به معنویات بودن. مثلا چی داشتیم، معلم فیزیک داشتیم محمد رسولوف، نمیدونم زنده باشه، مثلا اینقدر قصه و داستانو میگفتن راحت میکرد بغیر از فیزیک. وجودی که اونم نسل شوروی حساب میشه. بله مثلا معلم رحیم خودمون در خیمه عیناً همین شکل مثلا. یا یک معلم داشتیم رحمت شمسی در ادبیات وقتی گام زد خیلی که درس تمام نشود، باید که تمام نشود. این قدر جالب بود، یعنی که بعضی اصولا در حقیقت رساله خودشون خیلی به طوری چی، یعنی خودشون همین کسب برای خودشون چی کنم یک دوست می‌داشتن، همین خیلی دوست می‌داشتن که با انگیزه ادامه بله تمام یعنی که هیچگاه از درس غایب نبودن. همین معلم مثلا درست باید چند نفر معلم دیگه که من معلم باید این گونه باشد اصلا. معلمی رسالت بزرگ است. اما استاد من یاد دارم وقتی روانشناسی می‌خوندیم درسی فیزیولوژی داشتیم. معلم ما یک معلم جوان بود، از ما شاید 4-5 سال بزرگتر بود. این در مقایسه با اون استادانی که شما میگید در زمان شوروی به آیه رسیدن بله. و این جوانی که در عصر استقلال دائم با استاد در درس مباحثه ما گفتگوی ما سر همین بود و میخواست اثبات کند که دین با علم در تضاد است، دین خرافات است، باید انسان علم آموزد تا به حقیقت ها رسد. و من با او گفتگو میکردم که نه، این اندیشه غربی است، همون دشمنی بین کلیسا و علم که در آنها بود به ذهنیت اهل شرق نیز راه یافته. اصل دینی صحیح با علم هیچگاه در تضاد نیست. یعنی البته در دایره احترام خداوند حفظشون کند و خدا کند که هدایت یافته باشند، اما این اندیشه غلط در ذهنشان بود. بیشتری درس‌ها مباحثه اطراف این البته در دایره احترام گفتگو می‌کردیم. خب بیننده عزیز، این بود موضوع صحبت امروزی ما و صحبت خیلی جالب بود. استاد خودمون پاداش نیکته برای شما و برای شما طلبه‌های عزیز و دانشجوی عزیز موفقیت می‌خوایم در طلب علم و در طلب دانش. خدای تعالی شما رو موفق کنه تا اینکه توانید همین توازنی که اینجا ذکر شد بین علم و بین معنویات رو رعایت کنید تا اینکه سعادت دنیا و سعادت آخرت را به دست بیارید. تا صحبت‌های آینده شما رو به پناه خداوند تعالی می‌سپاریم و السلام علیکم و رحمت الله.